بچه ها داریم میریم سفر. بابا باشتا کجا میریم؟ بگو عزیزم. ببینید کجا میریم. بگو حرف بزن. داریم میریم بالای کوها. با اول بعد کجا اومدیم؟ با نیسان سالار. ببینید بچه ها داریم میریم کوه افرین. یه جای خیلی بلند، یعنی اون جای برف یخبندون. الان داریم با این لباس هم میریم، گرممونه، ولی نیم ساعت 40 دقیقه دیگه فکر کنم یخ زنبه. آقا تا حرف بزن. نوکرتونم. بذارید یکم ببینن کجا میریم. دفعه دیگه حال میده. الان یکم دیگه هوا خنک میشه، اینجا یکم گرمه. الان بیا سرما بجام. آره الان هوا خنکه. ببینید تا کجا اومدیم. بچه ها ببینید این بالای کوهایی. یا علاف نه ولی جادهش خوبه. تیغ انداختن. بارونایی که اومده بود الان اینجا رو برده بود. حتی چطوری؟ حتی اشی لوازم 2 ماشین رو تخلیه کردیم به نیسان. داریم و نیسان جون میریم. ابری میشه هوا اینجا. بیا سرم نشد. بابا گفت اونجا شاید برید از این یهو بارون بگیره، واسه همین چادر رو آوردیم. ببین کجایی، حداقل یه 500 متری اومدیم بالا. همینجوری تا 1000 متری اینا میریم. معلومه دیگه. به سر ببین اون درخت کجا موندن. الان بذار بیان. الان روستا مونده. روستا ببین کجا مونده. حالا اون روستا هم خودش بالاتره. میبینی؟ همین 100 کیلومتری دور باشه. حالا اینا با این روستایی که الان میبینیم بالاتره. اون یکی روستا اون ولی خوب بایی میداد. میتونستیم پاشیم باشتیم نگاه کنیم بیرون. حالا یه لحظه تو چاله بیفته. ببین اون کوها داریم میریم. ببین ابرا اونجاست. بشینید میفتید. کوهایی که ابرا روشه داریم میریم اونجا. آره دیر اومدیم دیگه. ما باید الان 2 ساعت پیش تو این راه بودیم. اینجا بیای یا باید با پاترول بیای یا با نیسان یا با نه دیگه ماشین های وانت کمکدار. الان ما ماشینامون اونجا نمیذاشتیم، نمیتونیم ماشین رو نمیگرفتیم، نمیتونستیم بیاییم بالا. Peşon yanında maaşını saklamışlar ama onlar da vurulmuş galiba. Bu da burada. Biz Cedem'de de koyacağız. Caddeş خیلی خوبه. Ahmet gel baba Cedem'de o maaşından çıktık akşam yedik. Ahmet gel babamın evine Cedem'de çok millet tuttuk. Babam dedi kuşlar kaldı. Kafayı sıktı.
بچه ها هوا خنک شد بخیر من بابا به دریه 20 میلیون آبره ایسا بشین عقبا نگاه کنه جلو رو نبینه میره تو دره ها ببین راه رو اندازه یه ماشینه میره بالا چقدر خنک شد هوا به نایی که سمت خوی نیومدن آره خوی جای دیدنی خیلی زیادی داره واقعی مثل جنگل کلن اینجوریه جنگل اینجوری میری اون بالا ببین الان یه روستا ببین کجاست بالای کوه الیسا روستا رو نگاه بالای کوه بیا عقب بیا دقیقه ببینم بیا عقب الیسا میخوری خودمش کار کرد دمشون گرم تلفن برق آوردن این بالا به 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 بس شده دیگه مگه نه دارم فیلم میگیرم اینترنت نیست که اینترنت نیست شارژ هم نیست نمیخوام که بازی کنم میخوام آهنگ بذارم اینو آهنگو داشتم ما هم میذاریم احمد آهنگو باز بچه‌ها نگاه کنید صخره ها رو الان یه دونه هم سنگ بیفته رو کلمونه به 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 خدا وکیلی
این گردشگرها میرن یه جایی رو نشون میدن، الکی میگن ببین چه جاییه، جا به اینجا میگن. بکر ماشاءالله. ببند. من خودم تا حالا نیومده بودم. اون با خراب میشه، شارژش میشه. همه امکانات هم هست، برقم تا اینجا. بابا بشه من مدینه تاش میشه واقعا نمیشه. Daş gəlsə, qar tutacaqsınız top kimi. Hərəmiz birin bir şüt. Sağal verəcəkdik. Adamın səngnəyi نیاد راه رو ببنده. نه من میشه من بریم اوه الیسا اینجا چقدر خنک شد. واه آمدیم. Ahmet bu oralara perde vurmuş ki. Hiç kaldı perdeler. Neyse olmuyor. Neyse bir yapan yok sen. Ahmet böyle de alamam lazım. Niye? Sağ. Salam kompeler. Kuşlar niye? مکمل آبا نیسان ایستادم ما خودم طوریمون میشه نیسان چه نمیشه بابا اچھا استقرار نکات کنه بابا پرای دیدن نیسان ماشین نشونه های از تمدن های قدیم را اینجا مشاهده میکنیم. حتی اینا نمیفته، اینا چسبیدن به هم. اگه نینی بازه که اشکالی ما داریم میاد اینجا پناهگاه هم هست دیگه، اون بالای پناهگاهه. الان میریم اون پناهگاه پناه بگیریم. پناه بگیریم هرچی میاد ما رو بدرم اونا پناه از ما مواظبت میکنه. چه اینجوری دارم واسهتون فیلم بگیرم حالشو ببرید. نگید سخت مشایا ایزا بیا این وقتا میخوره به اونجا عزیزم. یه تکیه بدید این برسم که من اچه اینا درختای چیه اینجا بالای کو؟ خداوندا چه طبیعتی در این شهر پنهان کرده ای ما ندیده بودیم و این یکی از صدم طبیعتاشه، یک ذره. یرای عزیز توجه فرمایید، ما رو فالو کنید، سن دایرهای ما فالو بندازید،
اینجا رو آدرسش رو برای شما اعلام کنیم. باور کنید اینقدر امکانات خوبی هم داره. آدمای خوب مهمان نواز خودشون میارنتون این بالا. حالا خدا ماشینمون رو گذاشتیم اون پایین تا من نیسانش رو تحویلمون داد، خودمون داریم میریم. اینجوری هم بدون 1 ریال درخواست پول. حتی میخواست تا رسیدیم به چه ماشاءالله ماشاءالله. اینجا باید هیزم جمع میکردیم. یا الیمده نیسان آبی سلطان کو. الیسان کو اون صخره رو نگاه، این آدم باستاده، اون نگهبان اینجاست. سلام نگهبان. ببین اونا هم 3 برارن، اون بالا باستادن 3 تا داداش بغل هم، بزرگ کوچیک. اینا هم 4 تا داداش، اینا هاشن 1 2 3، اون بزرگ 4. اینا 3 تا داداشه چسبیده به هم. اونم دیوه اینجاست به اون بزرگی. چه کوهایی، چه نقش و نگاری. به اینجا رو بعد ساته ای شو. ماشالله ماشالله. ببین باران آمده اینجا رو، ببین تین و تروکش رو زبر کرده. باور کن من نمیدادم، منم خودم برای اولین بار است به این منطقه میایم. ماشالله. الیسا کوه و نگاه، درختار و نگاه. الیسا اون اسپره میدونی مال کیه؟ حالا اون موقع است که بزنی بیای بیرون نیشت نزنن، نیش بزنن دیگه اون به درد نمیخوره که. Kırmadık da. یکم yani sen gölden olan gülürlerin seni ben dağda kalan yatırlar senin kurban olun eşkine bak dağdan yola
بچه ها ادامه ویدیو رسیدیم بالای اون کوها، اون بالا میذارم. فعلا داریم میکنیم بای بای. چی شد اینجا چه خبره؟ ماشاءالله این داره راه رو واسمون باز کرده ها، میبینید بچه ها؟ ماشاءالله بهت بگید. این بلدزر اومده اینجا راه رو واسمون درست کرده. چه خاک نرمی هم داره. ماشاءالله به امیده کجا بچه ها؟ بالای اون کو. بگید بای بای. بای بای. بگید رسیدیم اون بالا باز فیلم میگیریم. رسیدیم اون بالا باز فیلم میگیریم.